الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. یک پیام خاص و ویژه به جوانان و نوجوانان حنفی المذهب دارم. دوستان عزیز و گرامی، برادران محترم، برادرانی که در مذهب ابو حنیفه هستین، از شما خو اولی تقاضا میشه که مذهب و مذهب بازی در دین اسلام نیست. الله سبحانه و تعالی در هیچ جای قرآن نگفته که در مذهب ابو حنیفه برید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته که در مذهب ابو حنیفه برید. استادای ابو حنیفه نگفته که در مذهب ابو حنیفه برید. خود ابو حنیفه نگفته که در مذهب ما بیایید. حتی شاگردای ابو حنیفه در مذهب ابو حنیفه نبودن و نگفتن که بیایید در مذهب ابو حنیفه برید، بلکه مخالفت کردن با استاد خودم در هر مسئله. پشت قرآن و سنت گرفتن، نه پشت استاد خدا نه. لذا دوستان عزیز و گرامی، بهترین سخن و بهترین گپمی هست که بیایید در مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیاید در مذهب آن معصوم صلی الله علیه و سلم که از طرف الله مبعوث شده بود و هر صحبتش وحی بود و حافظ دین و مذهبش الله متعال هست و دینی از او از آسمان آمده و مذهب از او مذهب رسمی و قابل قبول و قابل چالش در نزد الله متعال هست و نتیجه مذهبش رفتن جنت و نجات از دوزخ است. این مذهب انتخاب بکنید. تقلید و تقلید بازی، فرقه و فرقه گرایی، امام و امام پرستی را اجاره در او طرف بندازید. اول گپ، اگر این دعوت شما قبول نمیکنید، در مذهب ابو حنیفه خودم محکم گرفتید و میگید باید در مذهب ابو حنیفه باشیم، از شما باز یک تقاضای دیگه داریم. اون تقاضای ما هست که شما همین مذهب ابو حنیفه را تحقیق کنید. مذهب ابو حنیفه چی بود؟ مذهب ابو حنیفه در کجا بود؟ چی گفته بود ابو حنیفه؟ چی نصیحت کرده بود؟ شاگرداش چه قسم گفته بودن؟ ابو یوسف و محمد زوفر اینا چی میکردن و چی میگفتن؟ شما تحقیق بکنید، خیلی هوشیار شوید، بیدار شوید، گوشتان باشه، فکرتان بگیرید، خیلی دقیق باشید که صوفی نشوید، صوفی نشوید، مشرک نشوید، پیرپرست نشوید، رقص و پایکوبی در مساجد الله نکنید، هیاهو نکنید، جذبه های شیطانی که در مساجد میکنن از این چیزا خود دوری بکنید، شکم پرستی را اختیار نکنید، خرافات و خزعبلات و بدعات دیگر ایجاد نکنید. یعنی در تقلید خو گرفتار شدید. یا یک مرض مهلک هست، یک مصیبت هست، یک مرض سرطان است. کسی که یک مذهب مکم بگیره دیگه مذاهب علاوه ده خودش یک سرطان بزرگ است. اما باز هم در این مرض گرفتار شدید، در مرضی که از این کده بدتر است که او شرک است، او تصوف است، او پیرپرستی هست، او صیفیت هست. از این مرض خدا نجات بده. دوستای عزیز متوجه باشید، ببینید که امی ابو حنیفه صیفی بود یا نبود. اگر بود خوب است که صیفی بود، شما هم صیفی شوید، باز مشکلتان یکی است. اگر یک ابو حنیفه رحمت الله علیه صیفی نیست، پس شما صیفی نشوید، صوفی نشوید، زیرا که عذاب دوزخ خیلی سخت است و جنت برای انسان‌های متقی و پرهیزگار و انسان‌های موحد جور شده، نه به انسان‌های مشرک و پیرپرست و رقاصه. لذا دوستان عزیز و گرامی، هر شخصی که در کنی اسم خود نوشته کرده بود که فلانی الحنفی، شما برید یک بار ببینید که آیا عقایدی از این، گفته‌های از این، بدزبانی‌های از این به ابو حنیفه سر میخوره یا نه. اگر سر خورد بالکل با دمو مذهب باشید، اگر سر نخورد شما بگویید که برادر تو خود دروغ میگی، تو حنفی نیستی، تو فقط دعوا داری که من حنفی هستم، اما تو حنفی نیستی، تو انسان مشرک هستی، تو صیفی هستی، تو صوفی هستی. لذا دوستان عزیز و گرامی، همیشه بیدار و هوشیار باشید. اما قسمی که در امور دنیاییتان بیدار و هوشیار هستید، کس شما را فریب دادن نمیتونه. در امور تجارتتان، معاملاتتان، زندگیتان، در کاروبارتان، در دکانداریتان کس نمیتونه شما را فریب بده. لذا در امور دینتان هم هوشیار باشید. چی شده شما را که هر صیفی شما را فریب میده؟ هوشیار باشید. صیفیت از حنفیت فرق دارد برادران عزیز و گرامی. فرق بین سلفیت و حنفیت هم هست، اما به این اندازه که فرق بین حنفیت و صیفیت است اینقدر فرق نیست. حنفی ها و سلفی ها برادر هستند، یکی با دیگه برادر هستند. فقط مشکلشان می هست که یا یک مذهب مکم گرفته و مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم مکم گرفته. ما حنفی ها کافر نیستن، بدین نیستن، مشرک نیستن، برادرای ما هستن. ما دوستشان داریم و برایشان دلسوزی میکنیم، میگیم بیاید در مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اون مذهبی بیاید که امام ابو حنیفه با پدر و مادر و تمام اهل بیتش در اون مذهب بود، شما هم در اون مذهب بیاید که اون مذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما صیفی ها با حنفی ها مثل زمین و آسمان و فرق داره. دوستان عزیز و گرامی، شما چرا فریب میخورید؟ تا بکه فریب خوردن چرا هوشیار نمیشید؟ چرا دین خدا صحیح یاد نمیگیرید؟ چرا دوست و دشمن نمیشناسید؟ چرا خادم دین و خادم دین فرق نمیکنید؟ دوستان عزیز و گرامی، شما را به الله متعال قسم میدم، به آن اللهی که زمین و آسمان را پیدا کرده، به آن اللهی که خالق ما و شما هست، اختیار زمین و آسمان در اختیار از او هست، شما را به می الله قسم میدم، به می اللهی که لا اله الا الله، امی و الله واحد لا شریک قسم میدم که کمی تفکر بکنید، تعقل بکنید، هوشیار شوید، بیدار شوید، کمی تحقیق بکنید، تدقیق بکنید، پیرپرست نباشید. اما تو هر کس هر چیز گفت گفت قبول نکنید. ببینید که گوش با قرآن و سنت برابر است یا نیست. اگر برابر بود خوب نبود در سطل کثافات بیاندازید تو سخنا را. اما شخصایی که خود حنفی میگه شما یک وزن کنید، یک ترازو بکنید، ببینید که چه قسم است، آیا این حنفی هست یا نیست. لذا فریب نخورید دوستان عزیز و گرامی. و بالله تعالی التوفیق و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.